آقا سلام، عصرتون بخیر. اومدیم برای تحلیل قسمت بعدی جیک پرو. آقا درود، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. بازی نمی‌کنی اصلا؟ راست میگین کاتش. درود، خوشحالم در خدمتتون هستم. اینا کات ندارن هر روز. آره. به نظرم بهترین پلیر بازی رو ممرزا باید معرفی کنه. با 8 تا رای رفت بیرون. باید بگه بهترین پلیر بازی کی بود. من 8 تا رای نیاوردم، 4 تا رای، نه 4 تا رای آوردم. یادم بازیو. خب النا، محمد مومنی، خودت، عرفان هکر. یه دونه مافیا توش بود کلا. خب آره، بهترین پلیر مافیا سایت مافیایی به نظر بهترین پلیر کی بود؟ به نظرم سه تاشون خوب بودن. میلاد کیایی که روز یک تو سایه بازی کرد که نخواد تارگت بخوره، فرداش موزه داشت. ساید شهروند خودت خوب بودی با نقش اسنایپر. نه خب واقعیت خودت وصیت منو پیگی. خب پلیری به نظرم سطحش بالا که بتونه برگرده. کامنت ها رو خوندم قبل اینکه ویدیو رو ببینم. اینقدر هیت خورده بودم، گفتم چه چقدر بد بودم. نگاه کردم حالا درسته به مافیا رأی دو ندادم، به شهروندم رأی دو ندادم. تک مافیا هم که از بازی رفت بیرون من زدمش. بذار من اینو تو دوربین بگم. آقا خبرنگارم نقش مهمی. حالا حسینی که احتیاج داره، خبرنگار مهم نقش داره بالاخره. شهروند ساده‌اش هم مهمه. ما رفتیم مذاکره زدیم، خبرنگار باشه دردمون می‌خوره. آخه میدونی مشکل بازی کجا بود؟ النا باید استلام تارگت منو میگیره. برگ برنده بازی اصلا دست محسن کورت بود. چین به محسن کورت رأی داد. آره. محسن کورت هم ترنک یادم یه جایی به چین تارگت میزنه، استوریش کرد. یه جایی داره اون موقعی که رأی دو دادم بهش، چین بهش رأی دو داده، فکر کنم زره پوشم بود. موقعی که چین بهش رأی دو داده بود، یعنی محسن کورت جون میگرفت، ول میکرد همه بازی، میگفت فقط از رأی دو هم بکنید بیرون، بازی در میاد. من به نظرم همه خوب بودن تو شهروندا. شما خوب بودی، محسن کورت خوب بود، تو مافیا میلاد کیا خوب بود. ولی اگه ما روز یک حسین داداش مذاکره بیرون میکردیم، بازی خیلی اون پله بندی، اون لول بندیش خیلی راحت تر میشد. النا لایک میلاد کیا رو میگرفت، راحت تر باش بازی. به نظر پله ای بود این بازیه. مثل بازی قبلی مافیا هر کدوم یه رولی داشتن. عرفان هکر حالا رولش مذاکره بود ولی تصمیم گرفت درگیری بازی کنه. میلاد کیا مافیا ساده بود که لایکش اومده بود، تصمیم گرفت برعکس عرفان هکر خیلی درگیر نشه، شهروند بشه. اینا دانیل 11 هم تقریبا کار محسن کورو تو بازی قبلی کرد، رفت موزه بالانس کرد تقریبا. دقیقاً این سلسله رو این مافیا رعایت کرده بودن، دقیقاً همون اتفاق افتاد. برد برای این مافیا دقیقاً اتفاق افتاد مثل بازی قبلی، قسمت قبلی جیک پرو. تو ما شهروندا محسن خوب بود، ممرزا خوب بود، اینا همه خوب بودن. ما هم بد نبودم اونقدر که تو کامنت ها فوش خوردم. خیلی کامنت ها منفی خوردم، حالا میخونمشون براتون. یکی نوشته بود محسن کورت سرکار سطح بازیت خیلی از این دک بالاتر، نباید درک حسابات خودت خراب کنی. قیافه حسینجی که آخر جالب بود که کلا توی دک دیگه بازی میکنه، فکر میکنه دیگه سطح یک مافیاست. محسن کورت هم کامنت گذاشته عشق. هر کی کلا میرید به ما تو کامنت ها محسن کورت کامنت میذاشت عشق. حالا یه بنده خدایی برای نوشت فرانی خیلی بد بود، ببخشید، مؤدب نوشته بود اینجوری. یکی نوشته حسین خیکی شماره 9 خیلی گاوی، 3 تا هم دیسلایک داده. حیف محسن کورت که نشست تو این دیگه حسین خیک شطور جای تو میذاشتن بهتر بازی میکرد. ریقو محسن کورت ننوشته عشق. نه میلاد کیا بچه‌ام پشت من در اومده زیرش کامنت گذاشت. چی نوشته؟ میلاد کیا نوشت داداش من زمان روند بازی دو تا پلیر با هم دیگه نمیخونه. فرض بگیریم یه پلیر روز خوبی نداشته، شما تا حالا نمی‌شده در بازی اشتباه داشته باشید. آقا اینو من میشناسم. این یه کامنت گذاشته حسین دیگه با چه کار میکرد با نقش اسنایپر مذاکره زد، چقدر کامنت ها بی انصافید. من اینو میشناسم. آره دک بغلی داره بازی میکنه، داره بازی رام میکنه. این بنده خدا پیگیره. یکی از نام اچ فاصله ای 56 جی متنفر از من. زیر این کامنت رفته کامنت گذاشته کل بازی فقط محسن کورت تارگت زد. تحول میدونید چیه؟ از من متنفر عاشق محسن. حالا یه سم بهت بگم محسن کورت هم خب پلیر خیلی قابلیه، ولی داشت بین 3 تا شهروند ساید مینداخت. بین من، النا، خودت مافیا داشت، در صورتی که تن معرفش مافیا رو تاچ کرده بود. ما شهروندش اصلا پوزیشن کاوری منو داشت. سخته میگم واقعا تو شرایط بازی سخت. این دیگه حتما از من متنفره، حتما عاشق محسن کورت. شیر محسن کورت ریدم تو بازی حسین. خدایی اگه بست بازی این یارو حسین، همون ریدم تو بازی حسین. بعد اینه که گذاشته یکی نوشته یه سیفون بکش بره پایین، 2 تا چش قلبی هم گذاشته. همون یارو که گفتم پیگیر منه، پیگیر تنفر از منه. اچ آندرلاین ای فلان. محسن گفت میگه کامنت چی گذاشته آرسا؟ نوشته قلبم. میکنه محسن کورت ازت متنفر. آره محسن نمیخونه کامنت ها رو. مثلا میبینه محسن کورت اسمش هست، مثلا میره یه قلبی میذاره، دمش هم گرم. اینقدر احترام قائل برای فنایی که داره.
هر موقع خواستید با شماره 9 بازی کنید با 9 تا رای بیرونش کنید، بعد بازی رو شروع کنید شهروند مافیا هم با هم رای بدید بره بیرون. اصلا بازی بلد نیست. هر موقع بازی دیدم افتضاح. آقای آرش محسنی دمت گرم که بازی رو اولام می‌بینی. یکی دو تا بازی خوبم، بازی قسمت بعدی یه ذره من بهترم. حالا نگاه کن این قسمت دوشنبه پخش میشه یه ذره بهتر. محمد رضا اونو رفته بود وصیت کرد. من داشتم به محسن میگفتم محسن من اگه جای تو بودم وصیت میذاشت محمد رضا اونو گفت محسن کرد مثلا فلانی بکن بیرون، عرفان از ریشاش میگرفتم سیویلاش میگرفتم پرتش میکردم کیو بیرون. خب این اصلا نه در شأن چیز عرفان شاید تو دو تایمون مثلا اینجوری صحبت کنیم، نه تو شأن ویدیو ضبطی بود. من عذرخواهی کردم تو کامنت ها. دانیال 11 نوشته بازی فوق العاده ای بود، دوباره مثل بازی قبلی 0 تارگت خوردم ولی ترن یکم خوب بود. شروع کردم و کاور شدم، عرفان مذاکره کننده ناخواسته خیلی افتاد وسط شهر خورد. من تو 8 رنگ ندادم نشست ولی حسین زدش. تو عرفانو میگه ولی باز موضع دست مافیا بود. خیلی بازی فوق العاده بود. مرسی از جی کلاب و هیت برای آرسنالی که گادفادر برنده 2 بازی تو هیچ کدوم برنده نیست. برای چی نمیذاریش تو بنر رو؟ هیت. یکی گفته بدون فاز شب پیشرفت نمی‌کنید. آقا کامران بازی بعدی با فاز شب محسن کرد خودش رو ذلیل کردن، همچین دکایی میشونه. سطح بازیشون از زمین تا آسمون فرق داره. آخه شما رو هنوز فاز شب ندیدم شو زره پوشی مگه میشه انقدر شورول؟ حالا من اسنایپر بودم داداش. آقای حمید بنی اسدی بیرانوند این حسین شماره 9 کیه؟ چقدر بد بود؟ خدا رو شکر نمیشناسه من کیه. یکی نوشته حسین جی اونقدری که میگید بد نبود با اینکه زیر سطح خودش بازی کرد، مذاکره شات کرد، در نقاط حساس به شهروند رای 2 نداد. بزرگترین اشتباهش هم رای ندادن به کیا بود. آقا منم جمله آخرمو بهتون بگم. بچه‌اش عراق شهر کوچیکیه، ما جوری داریم بازی می‌کنیم فکر نکنم بهتر از جیک پرو وجود داشته باشه. حالا ما کامنت‌های حداقل توی استان ما نداریم. استان مرکزی شما با ما بازی نکرد، بچهای ما تو کارت مافیا تو رول مافیا انقدر قشنگ بازی میکنن که کنس خوردن ازش بخش از لذت بازی به نظر من. بعد بازی حال میده میگه عجب کنسی بهمون زد. با اعلام من مافیا بیدار شه. رئیس لایک، مذاکره کننده لایک، مافیای ساده لایک، میریم برای لایک نقش‌های شهروندی. کاراگاه لایک، دکتر لایک، اسنایپر لایک، خبرنگار لایک، زره پوش لایک، شهروندهای ساده لایک،
آقا سال نو هم مبارک باشه. خدا نگهدار. نوشاد اومده بود دیگه تازه. نوشاد اومد این کامنت ها رو باید با ایشون بخونی. آقا کامنت رو باید با نوشاد بخونی، تحلیل بازی رو با من. خیلی مخلص. کامنت ها رو حیف شد باشه. 70 تا کامنت رو دیده بودم من. ببین نوشاد 70 تا کامنت دیده بودم من. تازه منم که یزار خوب بازی کردم تعریف ازم نکرده بودم، بیشتر دیده بودم به حسین. هرکی می‌خواست از نوبو تعریف کنم میرید برام. آره بعد محسن کردم یه عشق میذاشت واسش. آقا حداقل یکی ریدا تایملاین این باشه. گوش کن. چه لبخند بزنید. گوش کن یکی 7 خط ویدیو به من محسن کامنت گذاشت قلبی. عشق عشقی